علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دیگری پرسیدند که روزه‌دار چه وقت میتواند که روزه اش را بکشاید؟ آیا کشودن روزه به اذان یگان تعلق دارد یا نه؟ چون که در بعضی از کشورها تا زمانی که اذان ندهند روزه اشان را نمیکشویند و همچنین برای مؤذن آیا اولا اذان را بدهد بعدا روزه اش را بکشاید بهتر است یا اینکه اول روزه اش را بکشاید و بعدا اذان بدهد؟ بارک الله فیکم. اولا باید که را هر روزه دار متوجه باشد که کشودن روزه به اذان یگان تعلق ندارد، بلکه کشودن روزه این به غروب آفتاب است، به نشستن آفتاب است. و چون که الله عز و جل میفرماید که ثم اتم الصیام الی اللیل، شما روزاتون را تکمیل بکنید تا شب. و این را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تفسیر کردن با آمدن شب و علامتش و با رفتن روز. یعنی وقت علامتش هم است که وقتی که شب آمده شده است و روز دیگر رفتک و قرص آفتاب وقتی که مخفی شدک و دیگر چیزی که نتافتک، یعنی در این وقت دیگر وقتی اما کشودن روزه می شود، در وقت وقتی کشودن روزه هستی. پس از اینجا معلوم شد که کشودن روزه به اذان یگان تعلق ندارد. بله. و همچنین از عمل کردی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین یکی از سنت های در روزه هست که متاسفانه در بسیاری از کشورها عالمی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهجور شدگی است، ترک شدگی است. و این همین است که این عجله کردن در افطاری کردن، عجله کردن در افطاری کردن و تأخیر کردن در سحور و در سحری. یعنی سنت در روزه همین است که سحری تأخیر بشود و افطاری عجله بشود. و اما نگاه کنیم در بسیاری از کشورها متاسفانه برعکس این است، بلکه سحری بر وقت می شود، یعنی چند ساعت پیش میخزن سحری را او سری را میخورن و اما افطاری کردن تأخیر می شود. یعنی که نماز میخونن، حتی بعضی تو این درجه رفتگی هستن که نماز میخونن بعدا افطاری میکنن، یا اینکه اذان میدهند کامل که اذان داده شدک اونم وقتی اذان نه، بلکه صبر میکنن که اذان تمام شدک بعدا روزه‌اش را میکشن. و در کجا اومدگی است؟ پس برای یگان ثبوت و یگان دلیل نیست از قرآن و سنت و اقوال سلف رحمه الله. از این خاطر پس وقتی که آفتاب غروب کرد، ولو این که روشنایی آفتاب موجود باشد، ولو اینکه روشنایی آفتاب موجود باشد، همین که آفتاب غروب کرد، پس در این وقتی چی است؟ وقتی کشودن این روزه است و دلیلش همین سوره بقره، چون که در الله عز و جل میفرماید که ثم اتم الصیام الی اللیل و الی عمل کردی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به همین غروب آفتاب تفسیر کردن و همون مخفی شدن قرصی آفتاب. قرص آفتاب وقتی که مخفی شدک این دیگر هیچ چیز از آفتاب نماندک، در این وقت چه می شود؟ وقتی کشودن روزه می شود و در اینجا باید که روزه دار از سنت همین است که باید که عجله بکند. بله. بارک الله فیکم. و اما مؤذن چگونه که بیان کرده که از سنت همین است که وقتی که آفتاب غروب کرد در افطاری عجله کرده بشود، مؤذن اول روزه اش را میکشد بعدا اذان میدهد، چون که اذان هیچ تعلقی به کشودن روزه ندارد. بارک الله فیکم.